پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی کشور این پدیده نو زمان استقلال بوده آن به حکم عنعنه در آمده است. باعث خرسندی است که امسال پیام پیشروی ملت در بینای نو پارلمان ارائه کرده شده، نتیجه های سال سپری شده و وظیفه های نو به سال آینده گذاشته شده. لازم به یادآوری است که سال گذشته در پیام بخشیده به 30 سالگی کنستیتوسیا سال معرفت حقوقی اعلام کرده شد که در دوام سال جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان برای بلند برداشتن سطح سوادناکی نسل نورس، آموزش زبان‌های خارجی، تکنیک و تکنولوژی و فن‌های دقیق روانه کرده.